امروز مسلمان با کفار دشمنی نداره، با برادر مسلمانش دشمنی داره. همین کسایی که ما میگفتیم اینها بزرگان هستند، بزرگان جامعه هستند، فکرهایشان تغییر دادن، عقیده هایشان کوچ دادن. همین زمانی که پلیت موتر دید که 2018 ایمانش کوچ میکنه، اودانش میره که والا اصل نیست، این موتر است. زمان قصر بالا سیل میکنه که قصر رو چی میگه و این ساختمان چی میگه، ایمانش کوچ میکنه. خلاص تو فکر کنی در حالی که میدانه که ما چی میشم، فانی میشم. زمان شخص دلار میبینه، کاپیای دلار میگه اصل نیست، این همیست. امی که میایه وطن خودم مفروشه به خاطر $10,000، به خاطر $50,000 میایه وطن خودم ویران میکنه. امروز در هر قدمی که پای میمونی شخص به قدرت میرسه. خیانت، خائن خائن خائن، 4 طرف ما را خیانت گرفته. فکرتان باشه که این جنگ عقیده است، جنگ فکری است. مسلمان بالای مسلمان میخیزونه. امروز مسلمان با کفار دشمنی نداره، با برادر مسلمانش دشمنی داره. میاه برادرش تخریب میکنه، نه برادرش میکشه. پشت یک امضایی که در 1 دقیقه یا 5 دقیقه میشه، یک امضا 5 روز یک مسلمان میدواند. این مسلمان نه امریکایی است نه روس است، یک کس است کلمه خونده و امی کلمه گوی اینمی را 5 روز یک ماه میدواند به خاطر یک امضا، در حالی که یک امضاست. یک امضا این ظلم نیست که بالای که دیگه میکنیم. یهود و نصارا بالای ما تو تمسخر میکنه.